دوستانی عزیزم بار دیگر سلام، شب بخیر باشد. بالاخره آخری کار استانوفکمون در توی معرکه داریم. برای گذراندن محفل آمدیم. روز آرایش زیبای من محصول دستانی فریده بوم است. خوب پشتای زیبایم رو اپای نازنین میکنم دست سورای نظری ولی با قدر شمیتیم دختر بسیار زیبا شینم دختر است. چینی تنم متوی کورتم باشد از صیفه مهران شاپ است. مهران شاپ برخیت سنگدار چند رنگاش بود. همین رنگ در نظر من زیادتر ذکر نگرفتم ندوزاندم. امروز در توی کشیدم. یعنی جا آدم مرا نگاه کرده ایستادی. آرامی جانم شیرین زبانم بوسیدنی تو خمار چو بر لبان. فریده بانو خوجان رفتم و یاد کردیم شما. خوشبختانه این بار دوشنبه آمده 3-4 روز که همینجایم برای آرایش نزدش میروم. بسیار کارای زیبا دارد. ببینید آرایشش چقدر تازه خوش رو. رحمت فریده جان. بانوهای نازنین عزیزانی من خواهش میکنم که سخنهای من رو با دقت گوش کنید، چون که من در یک جای قرار دارم که صدای موسیقی بین‌نهایت بلند است ولی شما تنها به سخنهای من توجه کنید. من یک اعلان دارم، یک اعلانی مهم. ملیکا میکاپ رو با گمانم که بسیاری‌های شما میشناسید. یک پردازگر ویزاژیست جوان و ماهر که در مدت کوتاه علاقه توانسته است که دل میزبان خود را کلینت‌های خود را تسخیر سازد با مدت زیبایش. به این نهایت آرایش زیبا میکند. شما میتوانید حاضر صحیفه‌اش در آمده کارهای زیبایش را ببینید. و خوشخبری من همین است که ملیکا کورس آموزشی ویزاژیستی دارد با نرخ دسترس. دخترایی که میخواهند که برای خود یا اینکه نیت دارند آینده پردازگر یعنی ویزاژیست شوند، این امکانیت بهترین است برای شما تا که شما بیایید این هنر را برای خود کسب کنید، یاد گیرید. با تمام نازکی‌هایش ملیکا بانو مکیاژ کردن را به شما یاد می‌دهد. کورس از پگاه و گمانم که سر می‌شود. فرصت هست برای نام‌نویس شدن. همه نمود مکیاژ کردن یعنی بیچرنی مکیاژ، نیژنی مکیاژ، عربسکی مکیاژ بهت کار خوش رو دارم. من صحیفه‌اش در اومدم دیدم کارش اکوراتنا، زیبا، ماهرانه و به شما نیز توصیه می‌دهم با دل پر که بیایید در کورس شروع کنید، برای خود این هنر را کسب کنید، یاد گیرید. بعدا ما نزد شما بیاییم برای آرایش کردن، برای خود را زیبا کردن. مرحمت دخترک‌ها، برای دسترسی معلومات پوره سوال داشته باشید از خود ملیکا بانو پرسان شوید. دخترک‌ها اگر بگم همین پول در دست ویزاژیستا همین قدر کلید بسیار دارند با وقت ندارند که قبول کنند. باور کنید مکیاژ نرخوش خودتون میدونید چقدر است. برای یاد گیرید هیچ نه برای خودتون استفاده میبرید، خودتون مکیاژ میکنید. خیر کسی که با اگر خواهش داشته باشد که کار کنه خوب است. اگر همین وقت داشته باشید، فرصت داشته باشید، امکانیت داشته باشید که اصلا شما باشم همین کجایی که یک اعلان خوب باشه، یگان هنر یادگیری باشه، یگان کسب یادگیری باشه که من میروم. من همین قدر آدم سرکارم لیکن باز برای خودم وقت میبرم که روم یگان جدا آموزم، یگان کورس آموزم، یگان هنر آموزم. وقتاتون بیهوده نگذرانید. هر یک لحظه غنیمت است. لحظه های زندگی را بیهوده و بیکاری نگذرانید. فقط با کاری خوب و یگان چی آموزن گذرانید. یک چند جایش علاقه بند است، دخترکو بند کردن. یک دو جای خالی دارد، میتونید که شما پدوشگانی من دخترکای خشلی صحیفه من زبیز کنید. این هنر رو برای خود یاد گیرید. با من پیش شما مگرم اسم به ابرو بزنیم چه تاری مگرم شانه بگی سو بزنیم چه تاری مگرم اسم به ابرو بزنیم چه تاری مگرم. دخترک‌های خوشروی ما، بانوانی عزیز، مادرانی عزیز، عموما مراجعت من برای تمام زنها، کسانی که در خانه بیکارن یا در یگان جا کار میکنن
мехоҳанд даромад зиёдӣ дошта бошанд, мехоҳанд ранги ма миллионер шидан, намедонанд чӣ хел. Пас муроҷиати ма барои шумо, танҳо занҳо, марҳамат сторис навбатӣ барои шумо. Апай мавҷудаҷоно ҳамагӣ мешиносанд, ки яке аз наставникҳои беҳтарин, ман албатта ки ҳама вақт наставникҳои беҳтарина ба шумо тавсия медиҳам. Бисёр нафароне ҳастанд, ки барои чӣ боваршон пардагӣ мегӯянд, ки мо директорҳои моро дар нима раҳ партофтанд ё ки регистрация кардан тамом. Не, апай мавҷудаҷон зиёда ай 2000 шогирд дорад, ки мақсади апай мавҷуда шумо бояд, яъне ки шогирдои апай мавҷудаҷон линияи худшона бисозанд, шуморо то директор шавӣ бурда мерасонад, то линиятона сохтана, то оилагиритона бепул регистрация мекунад, ҳамаша мефаҳмонад. Яке аз беҳтарин наставникҳо. ابرو به من کج نکن کج کلکان یارمه خوشگلم و خوشگلم دلها گرفتارمه یک زن و یک سوارم هیچ کجا رقیب ندارم تشکر میگیم واقعا هم دوستان عزیز نواری که تقدیم شما کردن بسیار در سطح بالا بود. با تشکر میگیم با داماد عروس که بسیار از نقش اساسی رو بازیدن. همچنین لاله بانو آمدن که ما بانوی نازنین را خوش آمدید بگیم. خوش آمدن. بله دوستان عزیز